سالهای آخر از طرف فدراسیون فوتبال کشور در برابر فوتبال بر رشد و عمومیت فوتزال نیز توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. این است که در تمام منطقه های کشور مسابقه ها عاید به فوتزال در سطح بلند راه اندازی کرده می شوند. در شهر خوجند مسابقه عاید به فوتزال بین نورسان برگزار گردید. این چهاربینی ورزشی با تشبس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت و در یکجایی با لیگ فوتزال کشور راه اندازی شد که در آن 16 دسته فوتزال بازان 14 و 16 ساله از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک و مهارت سنجی کردند. در بین نورسان 14 ساله دسته های سوخت 87 استرافشان سپیتامن استقلال در گروه ا و تیم های مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت تیم کلوب فوتبال سپیتامن سوخت یونایتد و خیستورز در گروه ب روی میدان سبقت آمده بین هم در سه دور واخوری دایر نمودند. در بین نورسان 16 ساله باشد دسته های مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت کلوب فوتبال استقلال 2 کلوب فوتبال سوخت 87 کلوب فوتبال غولک‌انداز در گروه ا کلوب فوتبال باغپروری ناحیه باباجان غفوروف پختکار ناحیه جبار رسولوف کلوب فوتبال استقلال شهر خوجند و سوخت یونایتد در گروه ب بین هم مهارت سنجی کردند. واخوری دسته ها طی 5 روز در قصر ورزش شهر خوجند در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته. در بین فوتزال بازان 14 ساله دسته مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت صاحب جای اول گردید. جای دوم را دسته استرافشان و مقام سوم را دسته سوخت یونایتد صاحب کرد. در بین فوتزال بازان 16 ساله هم دسته مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت صاحب جای اول گردید. جای دوم را دسته کلوب فوتبال استقلال و مقام سوم را دسته باغپروری ناحیه جبار رسولوف صاحب نمودند. با غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت مدال و افتخارنامه، جام و جایزه های فدراسیون فوتبال ولایت را در فضای تنتنوی تقدیم نمودند.